اصلاح‌بدستان نهضت اسلامی و قشلاق ما وارد شده. برادر من علای سنگ احمد و دو تا پسرش میر محمد و سید احمد رو داشته. همچون اشتراکچی میدان آزادی گفته میر احمد و باقی مانده اینجا معلم ها بودن. 3 تا معلم بود، کمونیست ها بودن. شما کمونیست غیر دین گفته گرفته برده و شونه و قتل رسوندن. اشکالی که برادرها گفتن در 15 روز پس اونا اینجا گرفته برده. مسجد شهرک یعنی وقت شهرک اکتبرسکی بود، اون شهرک اکتبرسکی را جا کردیم. همجا مردکو هم کوچه اینا ششتن کفن کردن و شبانه برده به مزار دهه مهنت بود شبانه گراندیم. یک دهشت بود برای قشلاقی ما.